بینندگان عزیز سلام. خبرهای جهان و تاجیکستان را در برنامه اخباری آزادی پیشنهاد میکنیم. امروز 8 میلیون است و نخست نگاهی میاندازیم به سرخط موضوع. از بازداشت شده های اعتراض ها در ولایت مختار کوهستان بدخشان کی حمایت میکند؟ تحقیقات رادیو آزادی معین نمود که اکثریت آنها با وکیل مدافع تامین نبودند. وزیر کار خارجه روسیه سرگئی لاوروف در ترکیه امکان برقرار نمودن صادرات غله اوکراین را بررسی میکند. و دودیسیای خمدانهای آهک‌پزی ساکنان جماعت قزل قلعه نایه خراسان را به تنگ آورده است. تا ممکن جواب تیانشان همه با خوش خود چون میخیزانه که لیکن پروسه تا این هیچ وقت نمیخیزه خیلی. در پی اعتراضهای ماه گذشته در ولایت مختار کوهستان بدخشان 10 نفر بازداشت شدند و حالا کمبودی شدید وکیل دفاع به نظر می رسد. جستجوی رادیو آزادی نشان داد در بدخشان که قریب 250,000 اهالی دارد همگی 4 وکیل دفاع کار می کند. به گفته منابع رادیو آزادی کمبودی وکیل دفاع باعث شد که اکثر مرافعه ها بعد از ماه نوامبر بدون طرفی حمایت برگزار گردد. مقامات از شرح مسئله خودداری می کنند ولی حامیان حقوق میگویند تامین وکیل دفاع حق کانستیتوسیونی هر شهروند است. جزئیات این موضوع را همکارم میرزانبی خالقزاد میداند که حالا با ما در استودیو قرار دارد. درود بر شما. میتوانید بگویید که تحقیق رادیو آزادی چی را نشان داد؟ ببینید، به دنبال اعتراض یک گروه از ساکنان شهر خاروق و ناحیه روشان در روزهای 16-17 می امسال مقامات از برگزاری عملیات ضد تروریستی خبر داده 10 نفر را بازداشت کردند. برخی از این افراد در شرایط مرموز به گناهشون اقرار شدند، اما حامیان حقوق از دسترسی نداشتن این بازداشت شده ها به وکیل مدافع بانک اضطراب زدند. بنیاد هلسینکی برای دفاع از حقوق انسان در لهستان، همکاری بین المللی برای حمایت از حقوق بشر، کمیته نروژی هلسینکی و سازمان جهانی ضد شکنجه روز 24 می در یک اظهارات از آن نگرانی کردند که بازداشت شده ها در بدخشان به وکیل مدافع دسترسی نداشتند و هم مورد لطکوب شدید قرار گرفتند. گفتگو به خبرنگاران رادیو آزادی هم نشان داد که تعداد وکیلان دفاع در ولایت مختار کوهستان بدخشان خیلی کم است. طبق روی خط اتفاق ادوکات‌های تاجیکستان در ولایت مختار کوهستان بدخشان همگی 7 وکیل دفاع اجازه‌نامه کار دارند. گفتگو به رادیو آزادی نشان داد که از اینها تنها 4 نفرشون عملا در ولایت کار میکنند. وکیلان دفاعی که فعلا در بدخشان کار میکنند نمیخواهند نامشون ذکر شود. یکی از آنها به شرط فاش نشدن نامش گفت شرایط کار در این ولایت خیلی سنگین است. و آیا آنهایی که به دوشنبه از خاروق انتقال یافتند اخیراً با وکیلان دفاع تامین شدند؟ طبق اطلاع دریافتی رادیو آزادی از بازداشت شده های اخیر تا انتقال یافتن به دوشنبه تنها منوچهر خالق نظرف رئیس انجمن حقوق شناسان پامیر با وکیل دفاع تامین بود. گفتگو به رادیو آزادی نشان داد که از شهر و ناحیه‌های بدخشان یک وکیل دفاع در ونج، 1 نفر در مرغاب و 2 نفر در شهر خاروق کار میکند و تمام. قانون اساسی تاجیکستان پیش بینی کرده است که هر شخص از لحظه دستگیر شدن میتواند از یاری ادوکات استفاده کند و بر اساس مقررات کودکس مرافعه جنایی تاجیکستان اگر شخصی بازداشت شده برای ادوکات درخواست پیشنهاد کند حتما باید با وکیل دفاع تامین کرده شود. و همصحبتان ما که با ما در ولایت مختار کوهستان بدخشان میگویند بسیار از مرافع شخصانی که بعد ماه نوامبر یعنی بعد ناآرامی های سال 2021 دستگیر شدن بدون حضور وکیل دفاع گذشته است. تلاش ما برای گرفتن نظر مقامات در بدخشان بی‌نتیجه بود چون که آنها به سوالهای ما پاسخ ندادند. سپاس برای صحبت. ضمناً رسیدن وکیل دفاع در تاجیکستان بعد سال 2015 و پس از قبول قانون نو درباره ادوکاتور به میان آمد. طبق آن وکیلان دفاع موظف شدند که در نزد وزارت عدلیه امتحان سپاریده مقام ادوکاتی بگیرند. اتفاق ادوکات‌های تاجیکستان میگوید فعلا در کشور حدود 800 ادوکات کار میکند.
شما برنامه اخباری رادیو زودی رو تماشا دارید. امروز زیارت دو روزه وزیر کارهای خارجه روسیه سرگئی لاوروف از ترکیه آغاز یافت که هدف از آن احیای صادرات گندم اوکراین به بازارهای جهانی توسط بحر سیاه می باشد. تجاوز روسیه به خاک اوکراین صادرات غله اوکراینی را متوقف نموده کشورهای عالم و بخصوص ممالک کمبیزوات را با خطر گرسنگی مواجه کرده است. هفته گذشته پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین در صحبت با رهبر ترکیه رجب طیب اردوغان موافقت کرده بود که برای برقرارسازی روی کشتی‌ها به بندرهای اوکراینی تلاش ورزد. زرانگیزی نوروز شو گزارش می‌دهد. تا چند ماه پیش کشتی‌های بزرگ توسط آب بوسفور استانبول گندم اوکراین را به بازار جهانی می‌بردند. اکنون کشتی‌ها از حرکت ماندند. محاصره بندرهای اوکراین از سوی نیروهای بحری روسیه صادرات غله را از این کشور ناممکن کرده است. اوکراین یکی از 5 کشورهای بزرگ تامین کننده غله در جهان است و این وضع باعث به طور رکوردی بالا رفتن نرخ مواد غذایی شده است. لبنان سال 2020 75% غله را از اوکراین وارد کرده است. می‌دانید ترتیب خریدن گندم چنین است که اگر شما می‌خواهید همین حالا آن را بخرید باید پول زیاد پرداخت کنید و حتی ممکن است گندم نیابید. بنابراین در کشوری چون لبنان که الکی به بحران مالی گرفتار است وضع می‌تواند بدتر شود. خطر بحران اوزوقه در جهان بعضی کشورهای عضو ناتو را وادار کرد به این مسئله دخالت کنند. قرار است یک موضوع اصلی ملاقات سرگئی لاوروف وزیر کارهای خارجه روسیه با مقامات ترکیه تأسیس گذرگاه یا کریدور توسط بحر سیاه برای راه یافتن غله اوکراین به بازارهای جهانی شود. ترکیه باور دارد که با توجه به حضور قوی نیروهای روسیه در بحر سیاه این ملاقات از خطر برخورد ناتو با روسیه پیشگیری می‌کند. اما اکثر کشورها به تلاش روسیه برای کاهش بحران غله با شبهه می‌نگرند. تحلیلگران میگویند مسکو میتواند از آن همچون فیشنگ برای بیکار کردن تحریم‌های غرب استفاده برد. با باور کارشناسان اگر محاصره غله اوکراین ادامه یابد انقره به فشارهای افزاینده روبرو می شود تا راه کشتی‌های نظامی ناتو را به بحر سیاه توسط بوسفور باز کند. گلوگاه‌ها برای کشتی‌های نظامی روسیه و اوکراین از نگاه تکنیکی و حقوقی بسته شدند. ترکیه از کشورهای دیگر خواست که کشتی جنگی نفرستند. احتمال دارد از ترکیه طلب می شود که کشتی‌های نظامی ناتو یا یگان کشور عضو آن را به جنگ فرستد. جنگ روسیه و اوکراین در واقع امکانیت‌های ترکیه را تنگ می کند. ولی به تاکید تحلیلگران ترکیه تلاش دارد از ورود بازیگری نو به بحر سیاه و شدیدتر شدن جنگ پیشگیری کند. ترکیه همچنین نمی‌خواهد با وارد کردن نیروهای نو به مثل ناتو در برابر روس‌ها وضع را شدت بخشد، زیرا این کار سبب خطری بیشتر به امنیت تمام ترکیه و منطقه خواهد شد. انقره خوب می‌داند که مسکو با پیشنهاد امکانیت و فیشنگ‌های نو می‌خواهد بوسفور را برای کشتی‌های ناتو بسته نگه دارد. برمیگردیم به تاجیکستان و میرویم به جنوب کشور. ساکنان جماعتی در نویه خراسان سالهاست هوای آلوده را نفس میکشند. آنها میگویند دود تنورهای آهک‌پزی که برای بعضی ها منبع درآمد شده است زندگیشان را سیاه کرده و به سلامتیشان تأثیری بد گذاشته است. مقامات در نوبت خود اصرار می‌ورزند که شرکت‌های محلی را برای افلاس کردن هوا چندین مراتب جریمه بستند. ادامه موضوع در گزارشی همکاران ما. دود غلیظ خمدان‌هایی که سالها با زندگی مردم این محل را تلخ و روزشان را سیاه کرده است. عین زمان زندگی گروهی دیگری را تامین می‌کند. راه‌های نفس این زن از تأثیر دود غلیظ که تا به خانه‌اش می‌رسد آسیب دیدند، ولی می‌گوید اندیشه همدیهگانش را می‌کند که از حساب آهک‌پزی زندگی دارند. که خودم زاب دارم میشه برای که چند روزه ایسا خوب باریش خودم پس یعنی همه دلیچین دکترم بازار بیا همه دورو چی میگردیم. ساکنان جماعت قزل قلعه ناحیه خراسان سالهاست از دود تنورهای آهک‌پزی رنج میکشند، ولی میگویند چون کار دیگر که نیست ناچار هوای آلوده اینجا را تحمل میکنند. خیلی مردکمون مثال علو میزنن
چی؟ یکون سمیتیانشون زندگی رو پیش میبرین. زندگی ایروی همیه. زندگی خلق همیجه همیه. ساکنان بارها از مقامات خواستند تنورها را از اینجا بکوچانند ولی سالهاست که صدایشان به گوشی کسی نرسیده است. تا ممکن جا بتیانشون همه با خوش خود چون میخزانه که نه که پروسه تاک این کیش وقت نمیخزو خیر کردن. همه از جا بتیانشون لباج ممکن همه بروان. دودی تنوری آهک‌پزی و یا خمدان‌های خودساخت از زمان شوروی در دهه خمدانی ناحیه خراسان به هوا می‌پیچد. آن زمان در اطراف خانه کمتر بود ولی وضع امروز دیگر است. خانه‌ها به تنورها نزدیکتر آمدند و می‌آیند. دو شرکت محلی که 10 خمدان دارند آهک می‌پزند و سوزشواریشان مازوت و رزین است که هوا را بسیار آلوده و زهرآگین می‌کنند. مقامات 2 بار آنها را برای آلوده کردن هوا جریمه بستند. بود هوا را ویران کردن درست استفاده بودن مواد سوزشواری نسبت 8 نفر با 2160 سومانی جریمه بندی کرده شده. بالون استفاده برآمده علو میکنن بعد مازوت آوردن تول میارن ممکن نیست نادرست است. معلوم نیست خمدان‌ها کی به جای دیگر کوچ داده می‌شوند و ساکنان اطراف هم میگویند نمیدانند دود سیاه کی تمام می‌شود و روزهای سیاه آنها هم به پایان می‌رسد. یک سازمان جمعیتی در تاجیکستان امسال برنده جایزه بین‌المللی جولیتا جیمون اعلام شد. سازمان جمعیتی اراده که سالهای زیاد از حقوق کودکان از جمله اطفال گرفتار اوتیسم و یا در خودماندگی حمایت می‌کند برای به زندگی معمولی وارد کردن چنین طفلان و هم تلاش حفظ حقوق آنها به این جایزه سزاوار دانسته شده است. با تاکید تشبسکاران آزمون، سازمان‌های پیروز برای از بین بردن نابرابری، استثمار و نبودن دسترسی به تحصیلات باصفات تلاش بیشتر کردند. برای یوسفی و سروینوز روح الله در این باره جزئیات می‌دهند. سازمان جمعیتی اراده جایزه جولیت گیمون را دریافت کرده است. این جایزه بین‌المللی برای رشد و تربیت کودکان و نورسان از تحصیل دورمانده و به جامعه وارد کردن کودکان دارای اوتیسم میباشد. اراده سازمانی است که در طول بیش از 10 سال حدود 1400 کودک، نورس و جوانان دارای اوتیسم را آموزش میدهد. این سازمان میخواهد به آنها زندگی مستقلانه را یاد دهد. Мы недавно участвовали в конкурсе, который объявил мо ба қарибӣ дар озмуне ки ҳамкори мо бунёди глобалии кӯдакон барои ҷоизаи ҷулет гимон эълон карда буд иштирок кардем. ин ҷоиза барои мардонагӣ ном дорад. мо тақрибан 6 моҳ пеш дархост пешниҳод карда будем ва интизор набудем ки яке аз 3 барандаи ин ҷоиза мешавем. ба наздикӣ эълон карданд ки созмони ирода яке аз 3 барандаи ин ҷоиза шудааст. ин барои мо ифтихори бузург аст ки заҳматҳои моро қадрдонӣ кардаанд. Для нас это большая радость, большая честь, что нашу работу оценили и вот так вот отметили нас. дар маркази ирода ҳамзамон бо кӯдакону наврасони дорои аутизм, падару модар ва наздиконашон ҳам дар мавриди муносибат ва тарбияти ин гуна кӯдакон дар хонаро таълим мегиранд. аксари мураббиён низ афроде ҳастанд ки фарзандони дорои аутизм доранд. мутахассисон бар инанд ки аутизм нуқсон дар рушди иҷтимоии инсон буда дар кӯдакон то синни 3 солагӣ ошкор кардани он мушкил аст. дар синни хурдӣ ошкор ва ба рушди кӯдак таваҷҷӯҳ кардани волидон ва ба тарбияи хос фаро гирифтан имкон дорад нуқсҳои аутизмро барои инсон камтар кунад. мо истифода мебарем чандта методҳо якбора методҳое ки ёрдам мекунад барои муошират, методҳое ки ёрдам мекунад барои калима пайдо шудан, методҳое ки ёрдам мекунад чӣ хел бо ҷомеа мутобиқ шудан дар кор, методҳое ки ёрдам мекунад кӯдак бо дигар кӯдакҳо часпида бозӣ кардан. нуқси аутизм ё дархудмондагӣ сатҳ ва дараҷаи мухталиф дорад ки ба рушди инсон халал ворид мекунад. аксарияти афроде ки дар ин марказ ба тавонбахшӣ фаро гирифта шуданд, рафтору дарк ва муносибаташон рушд карда ҳатто касбҳои мухталиф омӯхтаанд. аз 3500 нафари то 18 сола ки дар маркази ҷумҳуриявии равонпизишкии кишвар бо нуқси равонӣ сабт шудааст, ҳудуди 300 нафар нуқси аутизм ё дархудмондагӣ доранд. 15 دقیقه که در اختیار داشتیم به انجام میرسد، اما شما امکان دارید خبرگزاری‌های روز رو در وبسایت و هم شبکه‌های اجتماعی رادیو آزادی پیدا نمایید. سپاس برای با ما بودن. فردا شما رو در برنامه‌ها انتظار می‌مونیم. خود را احتیاط کنید و خدا نگهدار هر یک.